شهادتی میتیه بر ما و شما. بر بالای ما و شما چی؟ در روز قیامت شهادتی میتیه. برای همین خدا میگه که بشیرم و نذیرا و من تو را فرستادم که مردم بشارت بدی بر جنت. آن امت‌هایی که عملهای خیر، عملهای خوب را انجام میتیه بشارت بر جنت چون بدی. و نذیرن بشارت دهنده است محمد آنهای امتانی که اگر به پیروی تو نشوند، پیروی شریعت نشوند، آنها را نذیر پند دهنده استی از جهنم. که جهنم برای ما و شما معلوم است که نار جهنم چی ناری هسته که اگر ما و شما ببینیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز در کوچه های مدینه همین خیلی ایستادن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جاشون ایستادن، یک پیش رفتن و با قفا کشیدن و صحابه ها گفتن یا رسول الله دیدیم که یک پیش رفتی و با قفا گشتی. الان گفت خدا جنت برای من نشان داد. پیغمبر خدا چی گفت؟ حاضر خدا جنت برای من نشان داد. گفت خواستم من یک خش انگور را بکنم. اگر یک خش انگور از جنت میکندم تا قیامت میخوردین، یعنی چی؟ تمام نمیشد. اگر یک خش انگور شما برای شما از جنت میکندم ای امت من تا قیامت میخوردین تمام نمیشد. جنت برای من گو نشان داده شد. پیغمبر چی؟ همچه سفیر خدا. یا یک آدم میگه از جنت کی آمده، از دوزخ کی آمده، نعوذ بالله. یک آدم هم خیلی میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سفیر خداوند است. گفتم که خداوند میگه نشانم داد جنت، باغهای جنت دیدم، خواستم یک خش انگور بکنم لیکن نکندمش. اگر میکندمش تا قیامت میخوردین تمام نمیشد. گو الان حاضر جهنم برای من نشان داده شد. پیغمبر خدا گفت جنت جهنم را دیدم، بسیار مقامی زشت بود، بسیار مقامی پست بود، بسیار مقامی یعنی غلیظ بود. و میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که اکثری همه باشندگان دوزخ کی بدن؟ زنها بدن. با پیغمبر خدا را صحابه ها گفتن که برای چی یا رسول الله؟ گفت اینا کافر شدگیان. کافر شدگیان چی؟ به عشیره چون به شوهراشون. گفت چه خیلی کافر شدگیان یا رسول الله؟ گفت همین شوهر اگر یک عمر خدمت چون نکنه، همین زنه که یک روز یک کم بودیشه میگه من از چی دیدم، چی خوردم، چی پوشیدم. میگه انا همیشه غضب خدا، همیشه خدا لعنتش میخوانه میخیل زنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت الان من جنت و نار دیدم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که سفیر الله ذوالجلال. خداوند چه میگه؟ سراج منیرا، ای محمد صلی الله علیه و سلم تو چراغی هستی که تا قیامت خاموش نمیشه. این چراغ میخوان خاموش کنن لیکن خاموش کردش نمیتونن. این چراغ چه؟ خاموش کردن نمیتونن. چراغی را که ایزید بر فروزد، هر آن کس که پف کند ریشش بسوزد. این چراغ ایزید کامل کردگیه، این چراغ درخشان کردگیه. و میبینیم تمام دنیا امروز پیروان حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. در امریکا میبینیم مسلمان شده، در تمام دنیا امروز مردم مسلمان شده ایستند. برای چی؟ این دین اسلام برای یک تاجیک نیست، برای همه عالم است. خدا میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ای محمد صلی الله علیه و سلم من تو را برای تمام عالمیان فرستادم. تمام عالمیان امروز میبینیم رو به سوی دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آورده اند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهر علی دین کله ولو کره المشرکون. خدا میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم من تو را بر حق فرستادم، بر دین حق فرستادم که تو و چی؟ تو پیروز شونده است. دین تو پیروز میشه با تمام ادیان، با تمام فکرها، با تمام نظریه ها. دین اسلام پیروز میشه. الاسلام یعلا ولا یعلا علیه. پیغمبر اسلام عالیه، اسلام غالبه، هیچ کس به غالب شده نمیتونه. برای همین خدای بزرگ میفرماید که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میگه خدا اینا بس سخنان دروغشون اسلام این میگن نسبت به این میتن، نسبت به اون میتن، بس سخنهای دروغشون بیافواههم الکاذبه. میگه خدا بس سخنهای دروغشون میخوان که همین نور خاموش کنن. نگه خدا میگه والله متم نوره، خدا تمام کننده این نور شای. ای محمد صلی الله علیه و سلم این نور تو را من کامل میکنم.
در تمام دنیا پیروزش میگردانم. اگر چنین هم مردم نمیخواهند، بشریت بعضیش بشریت نمیخواهند، بعضی مجرمی نمیخواهند، ولو کره المجرمون. خدا میگه اگر چندی که مجرم ها نمیخواهند، اگر چندی کافر ها نمیخواهند، اگر چندی مشرک ها نمیخواهند، خدا میگه من دین کامل کردنیم. این دین ما کامل میگردانم، این دین پیروز میگردانم. برای همین خدا میگه که یوریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متیم نوره. خداوند تمام کننده نور شی ولو کره الکافرون. اگر چند کافرها نمیخواهند را مؤمنا میخواهند. برای همین برادران عزیز وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شدن، وقتی پیغمبر مبعوث شدن برادران عزیز ببینیم چی شده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مبعوث شدن، تمام کسانی که در اطراف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمع شدن، لیکن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت میکردن چی؟ دعوت میکردن برادران عزیز. در همون مکه دعوت میکردن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت میکردن. میگه یک روز ای روزها عبدالله ابن مسعود میگه که من گوسپندان عتبه ابن معیط میگه من گوسپند چرانی میکردم. جوانی تازه بودم در کوههای مکه گوسپند چرانی میکردم. میگه عبدالله ابن مسعود روایت میکنه. اون وقت میگه من ایمان نداشتم. میگه دعوت پیغمبر شروع شدگی به در مکه و دعوت پیغمبر شروع شدگی به اهمیت من نمیدادم. جوانی تازه بودم، در همون صحرا میگشتم. ناگاه دو آدمی سال رفته آمدن. گفت دو آدمی سال رفته آمدن، گفتن ای جوان همین گوسپندکات بجوش ما شیر بخوریم. در همون صحرای مکه خیلی گرم است آخی. من میگه گفته که جگرامو پاره شده است، لبامو تشنه شده که همین گوسپند بجوش ما بخوریم. که میگه گفتم که اینا امانتن، این امانت، من این امانت خیانت کردن نمیتونم. این عبدالله ابن مسعود میگه در چهره دو آدم دیدم که خرسندی ای خفه نشدن. وقتی آدم گپ شپ بگن میخفه میشه، اینا خرسند شدن، برعکس خرسند شدن. بعد میگه من گفتن که یک برای ما را نشان بده که قشقار با اون نزدیک شدگی نباشه، قشقار نزدیک شدگی نباشه، ما را برای نشان بده. بعد میگم یک برای نشان دادم. همین مرد مبارک بعد دستاش میگه همون سینه های امو را مالید. میگه چیزی خان؟ میگه سینا پر از شیر شد. میگه یک سنگ را ظرف بود، میگه آوردن هر دوش نوشیدن. میگه شیر تشنگیشون یک طرف برطرف شد. میگه من هم نوشیدم. و میگه وقتی که با این مرد مبارک با دعا کرد، همون پیستان گوسپند به اصلش گشت. میگه این مرد مبارکیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و میگه گفتم علمنی یا رسول الله، ای مرد مبارک مرا تعلیم بده. گوان تا معلم، تا آدمی دانشمندی تو. آکی خیانت نکرد، به مال صاحبش خیانت نکرد. گوان تا معلمی، انسانی دانشمندی تو. اگه نفس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جوانی تازه راه پکو. میگه روز به روز محبت این مرد مبارک در قلب من زاید شدن گرفت. روز به روز میگه محبت این مرد میگه در قلب من درخشان شدن گرفت. میگه روز به روز گوسپندها را ترک کردم و پیش حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفتم مسلمان شدم. گفتم یا رسول الله تو اگر اجازه بدی من در خدمت تو باشم. از خدمت گوسپندها به خدمت سید المرسلین گذشت. عبدالله ابن مسعود جوانی تازه فقیه اومد، داقاری مشهور در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میگه من سالیانی دراز پیغمبر در سفر و حضر، میگه پیغمبر عبدالله ابن مسعود میگه من لازم گرفتم پیغمبر روز به روز دوست می داشتم. روز به روز به این محبت زاید شدن گرفت. محبتی من میگه روز به روز را میگه من دوست داشتم. دوست می داشتنی بود حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. تا به درجه رسید که در مدتی اندکی از فقیه ها، از عالم ها، از قاری های مشهوری زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گشت. حتی به درجه رسید که در یک جمعیت صحابه ها گفت که آیا اگر من در قرآن گفت از خودم بالاتر شخص نیاتم در دنیا.
اگر من میافتم همین اشتر من سوار میشدم میرفتم طلب علم میکردم از خودم دانشمندتر میافتم. در قرآن آیه این است که من ندانم برای کی نازل شده برای چی نازل شده، همه چیز من میدانم. عبدالله ابن مسعود ایرا میگه اگر من بدانم که از خودم عالمتر در مابین همین امت است، از خودم والاتر یکم دانشمندتر باشه، همیشتر مسار میشم میرم از همون چه علم میگیرم. من کبر ندارم، غرور ندارم، من گوسپندچران بودم، خدا به این جره رسانیده کن، من در خدمت سید المرسلین قرار دو گرفتم. حتی به درجه رسید که اگر شما ببینین حتی از ذهنش قرآن می نویسانده است، همین ذهنش قرآن می نویسانده. در